سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود تورت میدوی تیار میکنیم. اول کرمش تیار میکنیم. محصولات لازمه برای کرمش به ما چی ها لازم؟ 100 گرم 150 گرم شکر، یک دانه تخم، نیم لیتر شیر، 4 قاشق انمیخیل کرخمل کوکوروز میمونه. مخصوص این کاغذش موندم که معلوم شود. انمیخیل کرخمل کوکوروز نه. اگر کرخمل کوکوروزی نباشه میتونید آرد استفاده برید. این محصولات برای تیار کردن یعنی کرمش لازم است. در اول بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما با فیض و برکت و آبروت. شکر من یک دانه تخم، من 4 قاشق کلان پرپر یعنی کرخمل کوکوروزی هم باز میکنیم. سیتا یعنی 4 تا. برای چی کرخمل کوکوروزنی؟ برای آنکه کرخمل کوکوروزنی کرم سلیق میکنه، سلیق خوش رو میکنه. برای همین کرخمل کوکوروزنی استفاده بریم. آرد کنیم چقدر باید آرد میشه، خمیرک باید میشه. این کرم سلیق خوش رو تیار میکنه. نکنون نیم لیتر یعنی شیرمایه همراه میکنیم. من محصولات ما تیار بالا گاز با مانده ما اینه 5-8 دقیقه یعنی میجوشیم میپزیم. بالا گاز با گذاشتم یعنی تا جوشیدنش خوش رو کوفته میستیم که یعنی کرم ما کلولا نزنه. انا باید کرم ما نمیخواد تیار شود. انا کرم ما پخت من خوش رو کوفته میگیریم. نگاه کنید چه سیخ خوش رو پخت. انا خوش رو بالاشه یعنی سلفان کرم میمونه. تا خنک شدنش ما یعنی کاجوی کرم تیار میکنیم. من محصولات لازمه برای خمیرش چی لازم؟ 1 قاشقچه پرپر چینی ساده، 2 قاشق کلان یعنی عسل، 100 گرم 120 گرم شکر، 150 گرم مساله، 3 دانه تخم، 200-250 گرم آرد لازم است. کسترول به شکر عسل میگیریم، همیشه یعنی بالای گاز با آب میکنیم. خواهید و دینای پربر نباشد میتونید هم تو بالای گاز با آب کنید. عسل یعنی مساله شکرمان میتاب آب شد. من اکنون یعنی ساده همراه میکنم. ساده همراه کرد همیشه یعنی خوش رو میختم میکنه. من نگاه کنید چه ریاکسیه داد. ما که یعنی سخت سرخ نمیکنه. من تیار میگیریم. وقتی ما تیار من تخم انداخته خوش رو نکولات میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه چی نمیکنه نترسیده انداخت کنم روی. محصولات ما تیار کم کم آردشه زده یعنی خمیر تیار میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیر ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر آمد. نه سخت نه سیوب. اگر ما خمیر ما سخت کنیم کاجاش یعنی ملایم نمی بیاد. برای همین ما باید خمیرش نمیتر یعنی سیوب کنیم. نگاه کنید بیسکویت کمتر خستر. فرم 26 سانتی متر یعنی گرفته خط میکشم برای که یعنی چقدر کنم کاجرام کلالی خوش را آمدم برای میتونید دکان طبقه که خط کشید. من حسابی فرمان بودم. من فرمه 26 سانتی متر بکشیدم. من بریدم یعنی کاغذ به من کاغذ کشیدگی ما یعنی خمیرامای میگیریم. خمیره گرفته خوش رو یعنی میمالیم یا داستان یعنی لپتکه کنید که آسان خمیر نمی تفر کنیم یعنی کاجای ما ملایمکی نظم بیاد. یا پخته میگیریم. نگاه کنید چه ملایمکی جای بود آمد. چپاکر گرماور یعنی من میکنیم کاغذشه. نگاه کنید خودش معلوم کاش چه ملایمک آمدید. من جای بود ملایمک آمدید. من فرمکی یعنی 24 سانتی متر کرده گردکش گرفتم برای کراشکا. به حد نگاه کنید چه ملایمکی جای بود آمدگی کاجاش. من کاجم هم تیار شد. ما که کرمش تیار میکنیم. برای کرمش من همه گونه مسئله استفاده برم. ویشی سارت یعنی 72% نکی ویشی سارت من لوگا
сливочное масло. масло 2-3 دقیقه خودش لد میزنیم. масло 2-3 دقیقه لد زدیم. من کرم همراه میکنیم. نگاه کنید کرم چقدر سخت اومده. یک قاشق یعنی لد میزنیم که خوش روی لد زنیم. ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر سفید خوش روی سخت آمد. من کومو تورته کرم میکنیم. من قبط یعنی خوش روی کرم میکنیم. کرم کردن اکو شروع همین گردکای تورته ماندکشه. من کوفتم شروع یعنی همه جاش کراشکا میکنیم. همه چیگه نمیبینید تورتی با هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چقدر عادی تیار کردم. پیدامش 5-6 ساعت نیستل بعد در نشر ریز کردم ببینیم چقدر آماده است. تورتی ما هم دم گرفت. من در نشر ریز کردم ببینیم چقدر آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چقدر ملایمه که نغز ریزه کنیش. ریزه کنیش خودش معلوم. باید ملایمه کنده. بسم الله بشته. من درونشی میبینیم چی خواهد. من نگاه کنید چی خیلی. داخلش چی خواهد است. نگاه کنید کارجاش به حد ملایمه که جای با. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید ریزه کنیش هم ملایمه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما رو دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشه.